گفتیم یک نماز کامل نشانه 3 تا تواضعه. اول قیام الله اکبر، بعد خم میشه، تواضع دوم کاملتره، دستش کف دستش میذاره، این پنجه زانوشو میگیره، این دستاش باید راست باشه، در رکوع نباید این دستا خم باشه، اینجا آرنج نباید خم بشه، اینطوری نباید رکوع بکنی، این با کف این دست قرص زانوتو بگیرید صاف، کمرت کشیده بشه که اگه این لیوان آب رو کمرت بذارن در اثناء رکوع سر نخوره بیفته. این رکوع کامله. رکوع بی‌حوصلگی نه. وقتی رفتی در رکوع میگی سبحان ربی العظیم و بحمد سبحان الله، اونجا دیگه خودت کوچک میشی. سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد، بالا دوباره میگه الله اکبر، میرید پایین.